مفسرها هم یک حکایه عجیب دارند. پروردگار بسیار مهربان است نسبت به بخشندگی بندش. مفسرین یک حکایه دارند از زمان حضرت موسی علیه السلام. این حکایه شما شنیدگی باشه، قوم مسجد است. میگه در زمان حضرت موسی قحطی آمد، مردم ما کریزیس میگن که کاراش پیش نمیره و کار مینن، آیلکاشون نمیتن، در بازار سودا نیست، همه به داد اومده است. قحطی آمد. میگه در زمان موسی علیه السلام حضرت موسی قومهاش اعلام کرد که همه از شهر بیرون یک صحرا طلب استسقا، طلب باران میبرایم. وقتی قحطی یعنی خشکسالی بیاید برای مردم سنت است که یعنی مردم جمع شوند در یک بیابان، در یک چول صحرایی که بی درخت است، یعنی جای آفتابی همه بیرون براین، مردم همه 2 رکعت نماز بخوانن، همه دست بردارن دعا کنن که پروردگار همین خشکسالی و قحطی را از بین ببر. این سنت است. حضرت موسی میگه از قومش 70,000 جدا کرد و از شهر بیرون طلب باران رفت. وقتی رفت میگه تمام امتاش همراه حضرت موسی دست برداشتن دعا میکردن. پروردگار به سوی حضرت موسی خطاب کرد، ای موسی گفت اگر امتای تو از چشمهاش خون گریه کنن گفت دعاشو قبول نمیکنن. اگر بچنان گریه کنن که از دیدهاشو سیل برایه و دماغشون بشوه ببره گفت من دعاشون قبول نمیکنم. حضرت موسی علیه السلام گفت سبحان الله، گوی پروردگار این امتای ما چه گناهی کلام کردن که قدر عذابشو میکنی، عتابشو میکنی؟ پروردگار گفت که در بین امتا یک نفری هست که 40 سال شد با من به جای دشمنی داره، خچه آشکار نمیکنه، ظاهرا خچه مسلمان نشان میده اما مسلمان نیست. وای همین دشمنی من است. نمازخوانیش از روی دل است، از تحت دل عبادتگر نیست. بعد حضرت موسی را امر کرد که تا همون نفر گفت از بین همین جمعیت بیرون نشود دعاتون قبول نمیکنم. خبری از باران نیست. حضرت موسی علیه السلام گفت پروردگار من صحبتم کنم این قومم همه صدای من نمیشنوند، اینجا 70,000 است. رب العالمین گفت ای موسی گفت تو صحبت کن، سخنات من در گوشای اینا میرسانم. حضرت موسی علیه السلام بعد از اون میگه صحبت شروع کرد. گفت در بین ما یک نفری است که دشمن خدا هست، به خاطر همون خداوند ما را عتاب داره، سختگیری کرده است، خشکسالی و بی‌برکتی آورده است. تا همون نفر گفت از این جمعیت بیرون نشود خداوند دعای ما را قبول نمیکنه، قحطی را و خشکسالی دور نمیکنه از جمعیت. این شخصیت میگه وقتی سخن حضرت موسی را شنید فکر کرد، گفت شاید غیر من یگان دشمن دیگه باشه، نه خود من خودم تنها باشم. هر جانب وقتی نگاه کرد یگان شخصیت از جوش نمیجنبه، یعنی بیرون نمیشود. این نفر انیق کرد که همون خودم هستم، همون شخصیتی که سبب خشکسالی و قحطی شده منم. بعد از اون بدیلش میگه توبه کرد. گفت پروردگارا اگر من این لحظه ای بین این جمعیت بیرون شم، در بین 70,000 نفر من شرمنده میشم، بی آبرو میشم، اینها من نمیشناسن که دشمنی تویم. پروردگارا من با تو عهد میکنم که از این پس من گناه نمیکنم، از این پس من با تو دیگه دشمنی نمیکنم، با تو آشتی کردم، با تو صلح کردم. پروردگارا من ببخش، من در بین این جمعیت بی آبرو شرمنده نکن. این شخصیت میگه این جمله ها را به دلش میگذران. همین لحظه بود میگه که در آسمان یک پارچه ابر پیدا شد، آمد با بالای سر این مردم ها در باراندگی سر شد، یعنی باران باریدن سر کرد. حضرت موسی علیه السلام گفت سبحان الله، گفت پروردگارا این تعجب آور، شما گفتید تو گناهکار بیرون نشوه، خبری نیست از باران رحمت، یگان کس نابرآمده باران سر شد. پروردگار گفت ای موسی، گفت شخصیت توبه کرد، گفت توبهش قبول کردم، گناهش بخشیدم. گفت و حضرت موسی علیه السلام یک جمله گفت پروردگارا گفت من است یک التماس، یک خواهش دارم، هم انسان خوشبختی که توبه کردنش سبب نجات امت من شد، سبب باران رحمت شد، شخصیت برای من نشان بوده. ای پروردگار من دوست می‌دارم شخصیت رو ببینم. رب العالمین گفت ای موسی، گفت من خبرکشی را شوراندازی گفت دوست نمی‌دارم. گفت این شخصیت گفت 40 سال به من دشمنی کرد، شورش نداختم، امروز که آشتی کرده است دوست شده است، گفت یعنی دوستیش شور میدازم، گفت هرگز نمیگوش. یعنی پروردگار چی قدر ذاتی بخشنده، دشمنش وقتی رو میاره قبولش داره، دشمنش وقتی توبه میکنه که توبهش قبول میکنه. به همین خاطر ما و شما هم باشیم برادر عزیز، توبه را یعنی که به نظر اندک نگیریم. از هر گناهی کردیم انسان باید توبه کنند، چی گناهی اندک باشه. در گوشه خانه نشستی بگوی پروردگار من سر تا قدم پر از گناه هستم، من در درگاه تو چقدر ناقص و پر از کمبودی است، پروردگار تو بزرگوار هستی، من ببخش.
تو من از تو امیدی بخشش، امیدی بخشندگی دارم. حتی مولانا یک جمله داره در حدیث قدسی پروردگار که بنده عاصی برای توبه دیر آمد، اگر کوهی معصیت را توبه می سازم بدر. رب العالمین گفته که اگر بنده گناهگار اگر چی دیرم به درگاهی من آمد، اگر کوه گناه داشته باشه، من گناهاش می بخشم، یعنی توبهش قبول میکنم. به این خاطر ما و شما هم باشیم برادرای عزیز بزرگواری من، یعنی از رحمت خدا ناامید نشیم، از هر نوع گناهامون توبه داشته باشیم. اینجا برادری از سوال کرده: سلام علیکم استاد عزیز، خب آدمان دوزخی ابدی داخل جنت میشوند یا نه؟ بله، انسانی گناهگار اگر پروردگار و فضل کرمش نبخشش، اگر از دنیا به ایمان رفته باشه، وقتی از دنیا به ایمان رفت، به اندازه گناهاش یعنی در دوزخ عذابش میکنه. وقتی که به جنت آوردش دیگه ابدی همیشگی در جنت است. وقتی روزای گذشته گفتیم وقتی اهل جنت آخرین شخص، آخرین گناهگاری که از دوزخ از عذاب خلاص میشوه و داخل جنت میشوه، عقیده خودمون اهل سنت و الجماعه این است که خداوند ابدی در جنت محکم میکنه، ابدی در دوزخ محکم میکنه. اهل دوزخ ابدی در عذاب هستند، اهل جنت ابدی در راحت هستند. یعنی که هر انسانی که داخل جنت شد، او شخصیت ابدی در جنت است. اینجا برادری از سوال کرده: سلام علیکم دوستان عزیز، شخصی که گاه نماز میخواند و گاه نمیخواند، اکنون برادر از این انسان دزدی نماز میگویند، این انسانی نماز دزد میشود. انسان هایی که نسبت به نماز بی پروا هستند، خداوند در قرآن میگه استعذ بالله فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ویل است جای نمازخوان ها، همون نمازخوان هایی که نسبت به نماز بی پروا هستند، گاه وقت میخوانند گاه وقت نمیخوانند، کدام وقت خوششان داد میخوانند کدام وقت خوششان نداد نمیخوانند. این جمله مردم خداوند گفت ویل از جاشون. ویل چی هست؟ جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی از ویل پرسیدن گفتن که الویل وادی فی جهنم، گفتن ویل یک جای پستی هست در قعر و پستی جهنم که تمام چرک و زردابی دوزخی ها در همون ویل میچکیده است. ویل پسترین و سختترین عذاب دوزخ در قهر جهنم و دوزخ است. رب العالمین گفت انسان هایی که نسبت به نماز بی پرواهند، گاه میخوانند گاه نمیخوانند، جای اونها ویل است، یعنی پسترین جای عذاب دوزخ است. فقط قضا کردنی یعنی نماز در یک حالت عذر حساب میخوره که انسان در خواب بمانه، در خواب ماندی، شخصیت بیدار نکرد یا اینکه بیدار شده نتوانستی، فقط و فقط اون برای انسان عذر میشود. دیگه اینکه من در کار هستم نتونستم خوانده یا در یگان جا بند بودم خوانده نتونستم، اینها برای انسان عذر نمیشن برادر عزیز. فقط خواب برای انسان عذر، دیگر عذر نمیشود. البته خیلی از همه گناهی بزرگتر، گناه سختتر نماز قضا کردن است. خیلی گناهی سخته برادر عزیز بزرگواری من. دعا کنیم که خداوند بزرگوار برای جمعیت ما بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردان. پروردگار همه خوبی های این ماه برای ما نصیب بفرما. پروردگار از قهر غضب و عذاب ما را در حفظ امان و نگه بدار. دعا کنیم که پروردگار وطن عزیز ما را از همه بدی ها و فتنه ها و ناآرامی ها در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار وطن عزیز ما را همیشه آباد و تنج آرام و امان نگه بدار. پروردگار دشمن های وطن ما را، دشمن هایی که نقشه های بد دارند و فتنه می اندازند، پروردگار اونها را دور و نیست نابود بگردان. پروردگار وطن عزیز ما را پرفیض برکت بگردان. پروردگار هرگز ناآرامی را در وطن ما نیار. پروردگار این جمعیت ما را و تمام برادرهای مسلمان ما را، خصوصا مسافرها و مهاجرها را در حفظ امان و نگه بدار. در کسب کارهاش و برکتها عطا بفرما. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصد داشته باشند و مراد و مقصد برسان. یک مادر دعا پرسیدن، پروردگار این مادر همراهی فرزنداش بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردان و پروردگار جملگی من خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین یا ارحم